خب سوال 101 دیده میبریم. سوال رو میخونم. هنگام حضور شدن کدام بند شیمیایی الکترون قریب پوره از یک اتم با دیگر با اتم دیگر میگذارد دوستان. خب جواب درستی ما ا وریانت هست. خب جواب بند ایونی است استفاده میکنیم. مثلا ببینید ناتری و کلور دیده میبره. ببینید بند ایونی چه واسه میشه؟ اتم نو. خب اینجا گفتم اتم گفتم برای درجه اکسیژن نو میگیریم. خب 11 تا چی دارد؟ پروتون دارد. 11 تا چی دارد؟ الکترون دارد. 17 تا پروتون دارد. 17 تا значить چی دارد؟ الکترون دارد. خب کنفیگوراسیش 2 8 1. خب چند راست 2 8 چند 7. خب ما به خواهد اکسیژن در کار. خب CS1 چند 3S2 3P چند 5. همین 5 رو ما هوی میکنیم میکشویم. خب همین میتیم یک تا اوربیتال اینو جفتایم یک تا الکترون توق دارد. من اینجا با یک تا چی دارد؟ CS2 رو اگر ما کشویم در اینجا یک الکترون توق دارد. خب در اینجا ذریعه متال با غیر متال چیکار میکنه؟ الکترون رو میدهد. خب یک الکترون توق با این الکترون توق چی میشه؟ پوره جفت شوی با وجود میاد. یعنی الکترون قریب پوره از یک اتم، یعنی از اتم متال با اتم غیر متال الکترون را چی میکرد؟ همین رو بند ایونی گفتم. ممکن در اینجا چقدر بند وصول میشود؟ من ایشی بند متال و بین بند متال و غیر متال بند چی میگفتن؟ بند ایونی میشه با وجود میاد.